سلام دوستان، خوش آمدید به کانالی پخت و پزهای خانگی. امروز صحبت با شما کمتر. ساعتی ما در شهر نوسیبیرسک 11. ایمران حسنова سلام علیکم. سلام، خوش آمدید محبوبه سلام. سلام علیکم. سلام مبینه دجبارова سلام به همه دوستان. ساعتی ما در شهر نوسیبیرسک 11. سلام از ایتالیا. سلام اپا جان. خواستم کمتر صحبت کنیم. خیلی شما پی شهنازه محبوبه بسیار نغز. شما هم درست می. سلام، چند تا فرزند دارید؟ من آیله دار صاحب 2 فرزند، محمد یوسف و ابراهیم، 5 ساله و 2 ساله. سلام. طرفه ما به هم سرکوت به 21:02. برای همین یقه دیرتر افیر کردم که شهر مسکو اما 4 ساعت فرق میکند. برای همین یقه دیرتر شد. این گل خوشروه می. سلام علیکم به همه. سلام اپا جان. گتان محقول دویم. سلام اپا. این کانالی مرا رکلام کنین التماس. کانالی من فقط برای پخت و پز، من زنهای پخت و پز چی باشن دستگیری میکنیم و راستی گپ کانالای برای مردها باشد خیلی میتونه دیگه جابا مراجعت کنید. سلام اپا جان، شما دوست میدارم. منم همه شما رو دوست میدارم. بسیار خرسند که من با شما صحبت میکنم. بسیار دوستا، بسیار اهمن شهر و ناحیه ها دوست پیدا کردم. سلام، همسنیف مبارک شود. کینا دیسه بودم میسپیس آمدم نور الله. همسنیفی عزیز در شهر مسکو زندگی میکنن. بسیار خرسند من در آمدگیتان به برادر و خواهران گرامی التماس می کانالی نوید تاسیس من دستگیری کنید برای خدا پیشروی. بسیار کانالا باشد که خیلی فایده آور باشد برای زنها، برای خیلی ما فایده آور باشد، بینایت خوب میشد. با سلام اپا ساز هستید. رحمت شکر خدا از سلامتی شما پرسیم. سلام اپا جان. سلام اپا. منتو تیار کنید. میلش منتو تیار میکنید. سلام زن اپا کانال به نامی بچم. من بسیار زنها نامی فرزنداشون نامی شوهراشون میدارن. الکی من طرز گفزنیشان فرق میکنم که الکی زن هستن. گلتان حاضرم ایستاده است. گل حاضر من نمی جاشنده. اپا جان، در کدام طرفی نوسیبیرسک هستید؟ ما در شهر نوسیبیرسک در گاراد آب تلمچاف پیش ایرپورت بزنیم کن نزدیک ایرپورت. به سلام از دولتی اوکراین. سلام به شما هم. سلام شهزاده خان. شما به مزاری آوازتان مانند. شما به مزاریان کجا باشد؟ من از شهر اسفری باستانی میشم. طرزی گوزنی ما هم خیلی کوچکی. التماس چق تیار کنین. چق خوندم. چق میلش تیار میکنیم. کانال بام هست یک نمودی چق. اسفره کی میرید؟ اسفره نصیب باشد ماهای اوگوست. خیلی پلان کشتیم. خداوند همون روزا برساند. خیلی میریم. سلام اپا. سلام. صبر. اپا جان زنده باشید. شما مثل همین گل هستید و مثل گل باشید. شما استادی ما می باشید. زنده باشید. شما را دوست میدارم. اپا شهنازه. آلا دیمیتریونا. بسیار خرسند من از سخنهای زیبا، از سخنهای خیلی مضمون. بسیار خرسند من. بسیار زنها دستگیری میکنن. بسیار سخنهای زیبا می نویسن. هزار رحمت برای همه شما که دستگیری میکنید. تان کننی من همش برای شما زنها زحمت ها. خیلی جاهای خطاگی باشد بخشش بار دوم در افیر. برادرها و خواهران گرامی خیلی کانال. سلام اپا جانی گلم. سلام خواهر گلم شمایم. سلام اپای شهناز خان. شما نظمی رحمت شکر خدا از سلامتی شما پرسین. فرزنده ساز رحمت شکر خدا. بچه ها نغز
میکنین کانالی مرا реклама خیلی بعدی افیر درامده میبینم خیلی کانالتان فایده‌آور باشد حتما реклама میکنیم شوونی ما همه زنهای دستگیری میکنیم کانال خیلی خوب برآوردید از شما میnnتدار بسیار خرسند من که خیلی برای شما پیسند دوستان من همش زحمت ها برای شما زنها کانالی تشکیل کردم که کم خرچ برای زنهای ما به کانالی من هم درآید کухня на любой вкус مرحمت به کانالی خواهرمان بسیار کانالی نغز این گل مثل شماست رحمت خواهر گلم اگر مهمان пересадка ка равем ҳатман албатта чӯбани марҳамат хони мо наздики аэропортро мо аллакай чанд каса қабул кара роӣ карем тоҷикистон ба ростӣ бешвахе мана марҳамат хай бачаҳои май диққатӣ мебиён 12 соат 14 соат аэропортба меистанд задешка мешавад хони мо ба мебиён ростӣ мо чанд хе одамое даъват карем бо як ду нафарашон масъалаи документашон хато буд мана бо як ду ҳафта истода бо айнҷа возвращение народно гирифта рафтагӣ вақтҳоям шудагӣ буд мо ба чӯба худатона нишон наметиҳед худма нишон додам ба иҷозат намедиҳам раст агар шумо ростгӯй бошед аммаҷон ман пул кор кардан аз ютуб чанд пул кор кардед аз ютуб ман рӯст намекунам ростӣ ман бори як бор 8000 ютуб гирифтам ҳоли моҳи декабр аку ҷамъбаст карагӣ хай моҳи январ мебинем ки чанд сом метиҳад ин ҷои рӯстмекарагиш не ман барои дар ютуб барои пулшуда кор намекунам мана нигоҳ кунед чӣ қадр дӯсто чӣ қадр ёру дӯсто пайдо кардем ман аз ишқи корам масалан ишқам ҳамин кор ба хай бисёр нағз мебинам пухтупаза мана чӣ қадр ёру дӯсто пайдо кардем аз ҳама шаҳру ноҳияҳо ҳамин ҷои пулам намегираду чашматон бо пулам наметавад рости гап вайбер ба нависам бо ки бедарод мебинем шаҳнозахон майлаш нависед ассалому алайкум апаҷон бародарон созин хуби апи шаҳноза собисин хуби хуб модари сумайяам каналашон ҳаст пухтупаз марҳамат даромда дастгирӣ кунтон занҳо бародарон ва хоҳарони гиромӣ хай бо канал ина салати бӯи баҳор кардам бинен чӣ хел омад ранги шумо тайёр кардам тайёр карда шуд ба ҳар ҳол мешавад оҳиста оҳиста ҳамаш мешавад ҳички як бора хай хушрӯ тайёр намекунад мешавад оҳиста оҳиста ҳамаш оҳиста моям хай як бора кора ёд гирифтагӣ не моям ҳамеша оҳиста ёд гирифтагӣ шаҳнозабону шумо беҳтарин ҳастед ҳамеша хушбахт нисбататон бо дугонаҷон раҳмати калон шаҳзодахон бисёр духтари хушчақчақ бисёр бо суҳбат мекунем мо салом аз питерапе шаҳнозахон салом برای شما هم من مسکو ماهی ایون میرم مایم وام میخوریم خورسند میشم مایلش از شهر اصفهان باشید حتما وام میخوریم یارو دوستا شهر اصفهان سلام از مسکو به شما سلام از مسکو به شما و کانالتان بردباری برکت پیشروی تمنا دارم مایرم ایسایبه رحمتی کلان خواهر بسیار خرسند که دستگیری میکنید آن کانالی مایا اپا شما کجا با زندگی میکنید ما در شهر نوسیبیرسک زندگی میکنیم 6 سال شد 7 سال رفته است اپا جان صورتی فرزنداتان پرتایید مایلش بسیار خواهش شد راستی گفت صورتی فرزنداتان نشان دید گفته من همین افیر گلرنش میمونم صورتی فرزندامون نصیب باشد حاضر بعدی افیر سلام شما نغزم اپاجانی من گلی رحمتی کلان بسیار خرسند برای دستگیری سلام شهنازه خواهرم شهنازه خان من شما را صورتتان در اینترنت دیدم قطعی شوهرتان و کودکاتان راست می خیلی به ادالیت کردم و یا خیلی صحبت کرده بودیم و یا ماندگی بودن من گفتم ادالیت کنید بسیار ایستادگیش نیراستی که به یک دو ساعت ایستاد تمام بهترین سلام شهنازه خان دستتان گل می باشد رحمتی کلان بسیار خرسند اپاجان لغمان تیار کنید راستی که چیخه گم لغمانی چوز ما لغمان مگویم ما خیلی شهر اصفهان نمیدانم دیگه ناهی ها چیخه مگوین چوز ما لغمان تیار کرده من ویدیوش هست کانال با هست بیانید خوشرام دیگه بود لغمانش مرحمت درامده تماشا کنید با خیلی با نصیب باشه تیار میکنیم
اپا کی میکنید رکلام کانالی من خی گفتم بعد افیر در آمده تماشا میکنم کانالتان از من افیرنده در آمده نمیتونم خی میبینم اگر کانالتان از سبب فایده آور باشد برای زنهای ما من فقط کانالم برای زنها باشد من حتما برای چی دستگیری نکنم حتما دستگیری میکنم من گلناره عظیمова من یک ماه شد تماشا میکنم من به مقال بهد بسیار خرسند گلناره خان گلینار بسیار خرسند که خیلی در آمده تماشا میکنید کانال ما سلام شهناز خان دستتان گل با اولین و پدر و مادرتان و بعد شوهرتان با که اجازت دادن رحمتی کلان هزار رحمت دستتان درد نبینه دوگان جان اسفره به پیش رحمت خواهر گلم بسیار خرسند که در حق پدر و مادری منم بسیار دعا میکنن خیلی در حق شوهرم هم خیلی با اجازه شوهرم این کانال تشکیل کردیم خودشان خیلی یاردم میدین برای ویدیو ثبت کنی خیلی منتج کنی خیلی همش با رازگی شوهر خیلی شکر خدا پدر و مادرم تربیه دادیم بسیار خرسند میشن که منتری میخوانن که پدر و مادری منبع خیلی رحمت میگن همین برای من بسندگی پدر و مادری من از من راضی و خرسند شهنازه من شناختید می مبینه عبدالستار و هم مبینه خان شناختم شمایا پیشی زفر دختری استادم چیوری برفتگی اگر خطا نکنم مبینه خان نه اینه من مادرشان به چیوری برفتگی خالم بینایت زنکی خوب من چیوری اوی آموختگی چیوری هم میتونم مبینه خان خوش آمدید به کانال ما السلام علیکم من میخوام دخترانم شما پسنده بهترین باشد دعا کنید بانوی پرهنر چوبانی اپا جان همه زنهای ما با هنر همه زنهای ما با کسبشان ای خدا به شکر با میخوایم مثل زنهای تاجیکی ما پسنده بهترین و کلیندی بهترینی خاندان و نامبرداری خوشتامن و خیلی عائله خود باشن که برای خوشتامنا پخت و پزای خوش رو تیار کنن برای عائله خود پخت و پزای خوش رو تیار کنن نو فقط که کم خرج باشد دعا گوید حتما دعا گوید همه شما موقع هم دعا کنید در شهر مسافرت خیلی خداوند تینجی تیت همش با نغز میشد اپا جان یگان نمود بافندگی دارید بافندگی راستی بافندگی نکریم میتانستم پورا برده نمیتونم زردوزی کرگی چیوری کرگی خیلی پزندگی چیوری هم بینید نغز میبینم کسبی چیوری نغز میبینم خیلی خودم دستم میبیاد که خیلی خود برای خودم یکان چی تایید کنم برای خانه خیلی برای یکان چی تایید کنم میتونم اونه که بافندگی راستی گپ تا آخر برده نمیتونم بهترین اپا جان مرجانه نورو و رحمتی کلان خواهر گلم سلام اپا سازی نازین رحمت شکر خدا از سلامتی شما پرسیم سلام علیکم اپا یکان بار لغمان تیار کرده تیار کرگی کانال با هست چو از من لغمانی بیناید با لذت با نخود تیار کرگی کانال با هست مرحمت درامده تماشا کنید خیلی با نصیب باشد وقت ساعتش بیاد با یکان نمودی لغمانی با آسانتر تیار میکنیم مهمان شوید دوستان کانالی کوخنی نلوبایف کسب مهمان شویدان ششلیکی قیمه میکردید اپی شهنازاد خان در دخوفکه میلش در دخوفکه تیار میکنم راستی ششلیکم هست قیمه منگل به تیار کرگی و ششلیک بینید بالا زن بیاد نمیغلطد شروع میستد علابه همون با سکریتاش یعنی با نازکیاش گفتگی همونجا به همون دخوفکه پزیده میشد با خیلی نصیب تیار میکنیم دخوفکه باشد دخوفکن تیار میکنیم شما حاضر در کدام شهرید؟ ما حاضر در شهری نوسیبیرسک زندگی میکنیم برای ما زنها خانشین خیلی خوب شد که در شهرهای دیگر زیق نشده به پخت و پز ها مشغول میشیم بسیار خوب بسیار برای فهمیش برای دستگیری بینید خرسند من که بسیار زنها خیلی شروع سخن میکنن برای یکدیگر فهمی بسیار من خرسند میشم که زنها یکدیگری میفهمن خیلی ما یگان چی تیار کرده من برای شما پیشکش کنیم بسیار خرسند میشن من بسیار خرسند همین سخنهای زنها سلام شما از کجا؟ ما از شهر اسفری باستانی میشم طرز گپ زنی ما میخیر کوچگی گپ میزنیم راستی گپ اگر از
طرز سخنرانی پرسیدنی باشید. ما از شهر اسفری باستان شهناز خان یگان تا گروپ کشایید محبوبه. ما با گروپ های ما یک چند تا گروپی زن ها هست خیلی صحبت میکنن. راستی گپ من اوقا وقتم نیه، من که آدمی کارگر خیلی کار میکنم ساهای پیکرنی به اوقا وقتی بسیار هم نیه برای همین بسیار سوالای دوستا به جواب دادن نتونستم در کمیونتیاریا خواستم افیر کنم. خیلی من اول شوهرم راضی نبودم، من اجازت دادن که یقاق صحبت میکنیم و من سوالای شما دوستان به جواب میدیم. رحمت اپا جان چخل سوال به ازرده تا نگیرید از سلامت باشید. ما مخلص شما. نه رحمت برای چی؟ ما اینجا باید اگران خفگیش نیست، دل بگیریش نیست، همه ما یک دیگری میفهمیم انشاءالله. سلام شهناز خان تارتی پیتیچی ملکات تیار کنید. سیده دوستمت و مایلش تیار میکنم. خودم هم حاضر کمی یوتیوب کانال من تماشا کرده خیلی دیدم که اکدام نمود چیزا نیست در کانالی من. میخوام که همون نمودایم تیار کنم. خیلی تکرار نیو. مثلا تارتای بیسکویت هست، تارتای نبودگی تیار کنم، با چیزای نبودگی تیار کنم. فکری خودم هم همین انشالله تیار میکنیم. با خیلی نویسیتان کامنتاریا بگی با چیزی ها تیار کنم. چی ها در کانال نیست خیلی شما دوستان یاردم کنیتان نویسیتان. با خیلی من فکر کرده یک فرصت میشد که خیلی فکر میکنم چی تیار کنم باشد. خیلی شما مثلا کامنتاری بنویسیتان یک چند تا باشد خیلی همین تیار کردن در کار گفته با یاردمی شما تیار میکنم. سلام شهناز خان نیستا جان. سلام شهناز خان چخیل شما کودکا ساز رحمت میگم برای شما برای کانالتان که بسیار چیزها از شما مختم. رحمت به شما خواهر عزیز. رحمت نیستا جان من بسیار خرسند که با شما صحبت میکنم. بسیار سخنهای زیبا رحمتی کلان برای دستگیری. خداوند از شما باشد. مایم اسفره می رفتیم ماهای ایول آگوست که اسفره باشد یک واخوری تشکیل کنیم. حتما ایمران هستم. معلش خواهرم خیلی نصیب باشد. خداوند همون روزا برساند. چوبانی وام خوریم ما همین وگزال به نزدیک خیلی جمع میشیم صحبت میکنیم. بسیار با بهترین میشد. ایما دارید انگلیسیش بنویسیم. اینستاگرام هم هست. خیلی ایمام هم هست. و راستی گفت آدم زیاد بودنش تلفنی من ارخیو بسیاری ها خیلی بسیار زن ها خورستن من هر روز هر نمود صورت ها من برای میکنن. یکان چی پزن تارت پزن خیلی پیچینی ها پزن اپا خیلی تیار کریم. رحمت من این طرف شد اینش این خیلی شد. من با نازکاشو میگم که خیلی قرق اینش این خیلی کرید میتونید با من اصلاح کنید دویم دفع کنم. بسیار خرسند میشن صورتاشم یه پرتان بسیار صحبت میکنیم. بسیاری راستی گپ بسیاری های علیشکره میمانم. بسیار خیلی زن ها بودن. اپا من دینه پرسیده بودم که گفته خیلی سوال تیان با فکر میکنم اینو کدامیشان بودن ناماشون علیش میکنم. بعد ناماشون گرفتم و نمیدانم خیلی با شرم میکنم که با خفه نشم که خیلی نامشون فراموش کنم. برای اینکه از سبب بسیار خیلی زن ها که صحبت کردن ما بسیار صحبت میکنیم. زن ها که از شهر مسکو می نویسن. زن ها مسکوانده مغازه برفته صورت های خیلی مثلیفکی های اپا اینش گرم یشد می خیلی کرخماله همه چیه پرتافته با مسلیت میپرسن. بسیار خرسند من. محیا زفر چند فرزند دارید؟ من 2 فرزند دارم. پسر محمد یوسف و ابراهیم 5 ساله و 2 ساله می باشند. سلام منم در کانالم پختپز میکنم. میر و کشنیشکی مرحمت در آمده آبونو شفتان دوستان. پشک سلام. اگر سیکرت نباشد از یوتیوب چند سوم کار میکنید؟ راستی سیکرت نیست. چون سیکرت باشد من از یوتیوب ماهی 10 ماه شد. ماهی مرد شدم 9 ماه یا 10 ماه شد. ماهی مرد شدم تا همین جمع بس شد برای خیلی یوتیوب پادپیسچیک جمع کردن و همون مینوتاشو توغیری کردن. خیلی چقدر وقت در کار بوده است. راستی 6 ماه 7 ماه در کار برای منیتیزاتی خوش کردن.
بعدی خوش شدن، بعدی پیوست شدن ما دیگه خانوبا کوشیدگی بودیم. من کادا دیر گرفتم، راستی گپ کادا دیر گرفتم. یک بار 8000 ایتو پول گرفتم، حالی دیگه نگرفتیم. خیلی اکو این ماه کار کرد، میبینیم که بعدی 22 همین ینور تا 25 پول میگذرد. نمیدانم چند پول خیلی گذرد، با پورتر میگم. سلام اپا جان، چخیر نقص هستید اپا جان؟ از کدام سبب فطیر قاق میشد؟ از کدام سبب فطیر قاق میشد؟ از سببی چخیر گویم کم استاد، مثلا قاق فطری قاق با ما چخیر میانزیم دراج کرد. دراج از سبب دراجش یا کم، اگر فطری ملایم خواهید دراجش بسیار تر کنید. بسیاری بد نه، کمتر بسیار میکنید و مول نمیستید. 10-15 دقیقه فطری ما خشک خودمون ناز میانیم. من بسیارتر فطری خشک میکنم. برای خشکی قیش نامدنش میتونید مسلکی روغن گاوی می خودمای آبگرگی همراه کنید، بینید نغزی ملایم بیاد، فطری ملایم بیاد. بعدی پختن میتونید بالاش ایقاق پشت مانید برای ملایم آمدنش. اگر قاق نغز نبینید خشکه. اسفرگی ها که بعد مسکاوی به شناس شبیه من زن همسینفی شهنازه نوری زرین خان نامتانا گفتم. زرین خان نه بعد مسکاوی به همسینفی ما منه دخترها بعد مسکاوی باشدن. زرین خان که شناس شفته همسینفی من که سلام شما حاضر کدام شهر؟ ما در شهری نوسیبیرسک. در یک ماه 8000 هم محبوب خان در یک ماه 8000 پول گرفتیم یک بار در مدتی 10 ماه میشد یا 9 ماه میشد. میخوام اپا جان شما را با مادرتان صورتتان را بینم. استادی خود را شناسم. اپا جان الها میلیون کار کنید که به شما کم از من روسستم و در تای کلان شدم و آزیر مسکو زندگی میکنم. روس بودیم. خیلی خواهری ما منه بسیار باز زبان تاجیکی بسیار خوشرو صحبت میکنند. رحمتی کلان چخیل سخنای خوشرو بسیاری ها منه دیدم میخواهند. راستی که من دختری عادی خاکسار همین ما فقط همین کار و زندگی همین میلش خیلی ایمان بنویسید دیدن خواهید. با صحبت میکنیم. بسیار خورسند که اکدام سبب روس بودینون که این تاجیکستان کلان شده. من چخه بازبانی تاجیکی ما سخن میکنن. آفرین خواهر عزیز. در شهرشمان کوارتیر چند هزار میزد اگر ماهانه باشد راستی قیمت شده است. با ما پیشتر میشتیم دو خانگه بود 16000 17000 میدادیم با آب و سیویتو میخوادش. خانه خودش 14000 بود. واسه خانه های دو خانگه 18000 شده است. نو دیدم منم 18000 شده است. راستی که من حاضر خانگی و اینیه هنچه شد دیدم 18000 شده است. سلام اپا جان، من شما میشناسم. ما همسایه اسفرنده فاطمه راست می اینا که باشن. فاطمه خان بسیار خورسند که من نمیشناسید. همسایه اسفرنده من اسفرگه بسیار میشناسد. راستی که بسیار خورسند من همین صحبت و شناسایی. سلام از کراسنودار. سلام کانالتان سوپر رحمت. کانال شما هم بهترین. راستی که باری اول دیدم. راستی که حالا میدارم بعدی افیر انشالله درامده یک خبر میگیریم. نوا کوزنی استکان شناس نیسمی من اینجکی ندارم. اینجا زیق میشم. محمد دوست مرحمت من خواهرما نوکوزنی است بودیان. دوستا شناس شویتان صحبت کنیتان. خواهرمان زیق میشدیم. من یک افیرو به درایت صحبت میکنیم. خارجان زیق نشوید. زیق شویبه نمانیم انشالله. ویدیوهای نو به نو پرتافته. اپای شهنازه مستیکه نشان میدهید التماس مایلش کامله. بسیار خواهش شد حتما تیار کنی. مستیکه من خودم نشان میدم در خانه تیارش خریدن یا خودم طرز تیار کنیش نشان میدم. با سخن پودره ایسی ها یک نمود برای آرایشی تارت ایسی نامش میگوید. با من همه حالی انشالله نشان میدم. با سخن پودره و سفیدی تخم تیار کرده میشد برای آرایش های تارت به نهایت خوشرو. گل و اوای نمودی هر نمود چی که خواهید تیار کرده خوشگره بالای تارت بمیمانید. با سخن پودره حالی من با نشان میدم.
من پایانی ایرپاد ماه ایون و میخوریم انشالله. سنم هایلش انشالله وامخوریم نصیب باشد. منم شهر اسفر برویم انشالله وامخوریم چوبانیه تجیشک گتاوید. السلام علیکم اپاجانی گلم. سلام ادا شهناز خان. بسیار کانالی خوب با 3 فرزند خود در خانه شده. من با ویدیو کنیپش مهم اسپید میکنید. رحمت کانالی همی خواهر ما بام درآید اینا کانالشان نانده ویدیو بسیار و اقاق برای پیوست شوی منیتیزاسیون مینوتشان نمیرسد. مرحمت درآمده دستگیری کنتان دوستان. باز سلام چرا علیک نمیگویید؟ من یک پادپیسچی شما عذر صفیه جان صفیه خان عذری کلان خی بار دویم در افیر اوقا حالی اکتیو نیه. سلام بار دیگر شما با صفیه جان خواهر عزیز. شهناز خان کانالی مرام رکلام کنه دستگیری کنه چند بار شد میگم جواب نمیدید. کخنه نلوبای کوسمایلش رکلام میکنم. شما همین منو پرسید که شما یوتیوب میفهمید می از اینترنت همش با یاردمی شوهرم. راستی گپ شوهرم آدمی کارگر. من همین گروپ می زنهای از نویسندگی همین کانال دارم من میدانن که من درباره اینترنت تماما سرفهم نمیرم. اما خمیرمو پرسید فطیرمو پرسید ریسیپت مو پرسید. راستی گپ معلش من رکلام میکنم. راستی اگر ویدیو من نگاه کنید یگانت منتجی مننده خیلی چیزای اینترست نشنی پرستای اینترست هم تو پرستای وای میکنم سینیمت میکنم برای آنکه من مثلا گوزش دادن این صورت گفته یا نامبه مانده نمیتونم. خیلی دیگه ویدیوهای میبینم که دستش که نشان داد یا ناش به صورت پیدا میشد یا پایینش به گانچی میتونم. من اینترنت کار با صرفم نمیرم نمیتونم. میخوام رکلام کنم و همون چی خیل باشد که یه بار همون تلفن دارم همون پروگرام یافتن در کار بعدی ویدیو گم که همین کانال گفته دارم در رکلام کنم. من اون شب وقتی شبرم کار بود دیگه من ویدیو سیام که کرمونم همون نمیتونم صرفه نمیرم که چتین کرم من همون رکلام کنم. همون شبرم گفتن که من یک تو پروگرام اسکچات کردم میتونم آروی همون ویدیو گام میزنی بعد همون عاقبتش به میمانیم گفته همین گفتن خیلی حرکت میکنیم از سببی که من کار اینا کار میبیان من کار بمیرم ما خیلی وقتی بسیار رای نکردیم وقتی بسیار رامان یه راستی گپ خیلی با حرکت میکنیم. رفشن عزیز زاده والشگاه بیپول نیستی بید والشگاه بیپول ای بسیار. شهناز خان من فقط بیسکویت میکنم دم میکند سببش چی باشد؟ دم نمیکند. سببش آنکه تمپراتوری بلند بمیپزید یکمش دویمش داری دخابکای کشادن ممکن داری تفتان تاپ پیام داده دم کرده برامدنش داری تفتان کشادن تماما ممکن 45 دقیقه. حالا انشالله نصیب من با همون بسیار به حد درباره بیسکویت سوال میشه. من با بیسکویت راست 20 دقیقه کرده تا همون تفتان و تا گرفتنش شروع فهماندگی با نصیب من دو تفتان به مانده تا دم دادن و چخل گرفتن و چخل وحاش استفاده بردنش من با حالی ویدیو میکنم. سببش همینه من 160-70 درجه بلند نمیپزم بیسکویت تا 45 دقیقه من داری تفتانه نمیکشم. اگر تفتانه تا مینوتی نباشد میتونید با ساعتی همین ساعت وای کنید بینید که 45 دقیقه شد بعد تا 40-45 دقیقه میسته تفتاننده. سلام از کراسنودر آیله ما هم ویدیو شما را تماشا میکنه. شما بهترین هستید. رحمت بهترین سخنها بسیار خرسند که دستگیری میکنید خواهر گلم. من از پیتر با کمک شما با فرزندانم میپزم. مادرتان به رحمت آزاد رستموف. بسیار خرسند من خواهر گلم که بسیار سخنهای زیبا خیلی فرزندا خرسند خیلی پخت و پز کنیم خیلی بسیار نغز میبینم. من خرسند با انشالله ویدیوهای بهتر میشد با دستگیری شما حتما. اپا جان سلام اپا جانی ما زنده باشی با دستانی سرناکشان. زهره مری زعبنه رحمتی کلان دستی ما خیلی که مادر ما آموختگی که بسیارتر کم خرج تیار کنیم برای زنهای خودمان. برادران و خواهران گرامینا با خیلی کانال با فکرم گپ نه شهناز خان شناختید گپ نه من چوبش ما نشناسم عبدالستارف با میلتون خانده شناختم عبدالستارف اما که عبدالخلاق. سلام به همه اپا و خواهره. سلام شما با هم اپا جان جوابش میدادید.
چی سوال داده باشید یه بار دیگه نویسید. التماس خیر من حالی اوقع بار دوم در افیر. سلام، شما در کدام شهرید؟ ما در شهر نوسیبیرسک زندگی میکنیم. برادر و خواهران گرامی، با خیر کانال منم شاگرد نمیگیرید. محله شاگرد باشد شاگرد بسیار درباره همین سوال میشد. ما خیر در شهر نوسیبیرسک راستی مادرم من خیر دختر بودم ولی شوهر بودم دیگه نبودم. مادرم من شاگرداشان بودن. مادرم خیلی دخترها یاد میدادم برای توی معرکای مردم خیلی تارت و پیچینی و سلطات تیار میکردم. با من توی پیش توی سنتی بسیار بود. من توی سنتی برفته خیلی سلطات و تارت تیار میکردم برای دسترخوان. ولی دختر بودم راستی شوهر کرکی نبودم. صنفی 9 10 11 میخواندم که من الکی توی مردم به خیلی تارت و سلطات و پیچینی ها تیار میکردم. مکتب 50 خواندگی همه معلمه ها منو میدانن که ما پخت و پز میکنیم. راستی من باری اول اینترنت بنیم یا همون ایرپورت همون محلی خودم میداند که ما از اول پخت و پز میکنیم. اقا همون پول میگوید اما با پول اینترس نخواه که چند پول میگیرن و خیلی چخیر میکنن. و اگر آدمانده عشقی کارشو عشقی همین منه دوستاکی صحبت کنی عشقی همین هنر رو همش باشد این پول چیزی دنیا به فکرم یکانتا این دوستی و یک دیگر فهمی به نمی ارزد. راستی گپ برادر و خواهران گرامی خیلی شد دورنما نه به فکرم زن بعدی خیلی افیر میدرایم. اپای شهناز خان التماس مستیکه نشان تید به روزهای نزدیک. حتما خودم هم همین روز فکر کردم مستیکه با اگر دانید ایسی ها یک نمود دیگه با مستیکه مانند با ساخرنی پودر تیار میشد حتما ویشم تیار میکنیم برای آرایش های تارت. بسیار زنها درباره گل ماندن کریماشان میبرد. گل ماندن نمیتونن برای تارت ها برای گلا کریم های چخیل لازم. من همیشه با راهی آسانتر انشالله با تیار میکنم با دستگیری شما. لیکن راستی ویدیوش جدایی میکنم که خوش رو فهمیتان. عاقبای ویدیو بکنم سری ویدیو بکنم بسیار زنهای ما یافته نمیتونن. همین جدایی ویدیو میکنم که برای دیگه تارت پختید همین شما ماستیک لازم یا همین ایسی لازم میاد دراید همین میاد بندو تیار میکنید. همین قرار باندم راستی که بسیار کریم های پشتی ویدیو به تیار کردن زنها میگن که زبرنای کریم تیار کنید برای همین همیشه جدا تیار کردم که برای شما آسان‌تر شود که ببینید که همین ویدیو جدایی میاد درای تمام چیزی لازمتونه میاد ببینید و تیار میکنید. شهناز جان ما میفخریم به چنین گل دختری اسفر جانمان. رحمتی کلام خواهر گلم منم بسیار خوشند که ما دستگیری میکنیدان. خیلی زنهای ما همه پخت و پز خیلی تیار کنن برای فرزنده با عائله خود نامداری عائله باشن. ما هم به نهایت خرسند میشیم فخر میکنیم که زنهای ما همه کدبانو همه میتونن که دست خودشان میبیاد که همه کارا میتونن. ما برای همین حرکت میکنیم که زنهای ما هم چوب ما هم خیلی زن ما هم فرزند خیلی فرزنده ما های زن مادر ما هم میخوایم که نامبرداری عائله باشیم. نامبرداری خیلی عائله خود خوشتامن شوهری خود باشیم. برای همین من برای زنها بی‌طرف نیه که همه زنهای ما میخواین شعاری ما همین که همه زنهای ما کدبانه بهترین خاندان باشن که عائله خود با سری بلند با پخت و پزهای خود و شیرینی های خود بالا بردارن. شعاری ما همین زنها. سلام شهناز خان. پس سازین تجیشکه همان خیل میکنم نمیشه بجان تجیشکه کتاب همان خیل میکنم نمیشه بجان میشد چوبه نمیشد همشه منه نگاه کرده چوبه همش همی کار یکان من مثلا اگر منم و بشد نگاه کنید یکان تا ویدیو مننده سیکریت نیست. وقتی زن تلفن کردن خیلی گفتن که شهناز خان خیلی رحمت گفته خیلی اول رحمت گفته بعد گفتن که من برای چی از شما برای کدام کارتان باوری حاصل کردم که شما گفتید فطیر تیار کردید که یک لیتر میتونید 2 دانه فطیری کلان یا 4 دانه میده تیار کنید. من با همین گفتی شما تیار کردم که همین گفتی شما همش یگان قطعی و نشد. همین من الکش موبایل کانالتان باوری کردم که
راستی همین گپاشان و همین کارشان همین حاصل میشده است گفته همینتان فرق کردم که شما یگانت سکرتتان نیست دست پخت بستان و گفته بسیار مینداره کردن خواهر ما از شهر سرگود بودم نومرتون نویسید من با گسته باشم منم در نویسی بیرک شما در کدام طرفش ما پیش ایرپورت به تلمچاو گاراد آب زندگی میکنیم گذشتگی باشید یا نزدیک باشید مرحمت خانم آب بید اپا زنهای اسفره در چی می شود اینستاگرام دمی زنهای تاجیک وایبر هاشون هست گروپ هاشون هست وایبر کی صحبت میکنن برادر و خواهران گرامی برادر و همه مخلصان بیسکویت خانه می باشد همه محصولات بیسکویت تمپراتوری خانه باشد راست تاجیشکا گتاوید کپتان راست من این گپه این همین سخنه همون ویدیو بیسکویت تیار کردی با گفتگی تخم اخلدینی که میمانیم همه محصولاتی ما در حرارتی خانه باشد من گفتگی همین ویدیوم با گفتگی بودم سلام اپا منم از اسفره از کجای اسفره شما من از شهر اسفره و پشت مال بازار لطفی سعید شدگی بهش 70 سالگی بود حاضر لطفی سعید شدگی مال بازاری شهر اسفره پیششم توی خانه آیت الله دانید همونجا رفته تلفن کنید من دیدم اونده که میبرم خانم با ماه اوگوست ایول اوگوست نصیب باشد ایول میریم تا اوگوسته من از شهر سمره میخوام که زودتر شما ویدیو کنید مایلش خواهر گلم ما تستر ویدیو میکنم خیلی منم راستی کار میکنم برای همین بسیارتر خیلی وقتا نمیشه اگر شب بیام تا ویدیو کردن شب ویدیو گری خیره میگرده تاریک میگرده من تلفنی بیشتر که ویدیو میگیرم برای همین ندالی مخصوص برای ویدیو کنی کامیرا ها نیست است برای همین میخوام که روز به فقط ویدیو گیرم که خیلی با نورتر غلطت که خیلی خوشروتر با فهماتر باشد برای همین میخوام فقط روز به ویدیو گیرم روزی عادی من یک دو روز با حرکت میکنم انشالله خودم قول دادم که ماه ینور через день ویدیو پرتام برای زنها همه نازکی های پزندگی من از کلکن نیوژنا کلکن بم اولادای ما هستند بسیار خورسند کلکن نزدیکی ما اپای شهزاده خدا از شما راضی باشد چند هنری پخت و پز را زنها نشان داده دستتان درد نبینند روز برو تامهای با لذت تارتای رنگارنگ تیار میکنید من گلی از اکترینبورگ رحمت خواهری گلم بسیار خورسند نوارای تماشا میکنید دستگیری میکنید از کلکن می شما رحمت به شما پهلوه تیار کنید مایلش پهلوه تیار میکنیم یک دو نمود پهلوه هم کنالبه هست دونه که پهلوی رامبیک نیست برای چی تیار نکردگی بودم همونه همه یوتیوبند بسیارتر هست برای همین خواستم من دیگه نمودش تیار کنم که خیلی نفگانی شود برای زنهای ما ولی انشالله باز تیار میکنیم اپا شما یک وقت کنکورس کردید همونه بعد فرستاندید پدرکاش یگانتش به پدرکش فرستاندگی نیه فقط پول گذراندم کارتاشم با 4 کسب کارت پول گذراندم برای آنکه بعد سالی نو بود پیش از سالی نو بود من راستی پاچتکی سر و کار گیتگی نبودم همون وقتا شوهرم دستشان بند بودم همشان یکیز پول خواهش کرده بودم پول پرتایید میگیریم گفته برای همین همشان به فقط پول گذراندم برای کرته هاشان شهناز جان هر روز افیر کنید همین خیلی مایل شهزاده خان بسیار میدانید که خیلی آدمی کارگر بسیار وقتم تنگتر فرزندات تاجیکستان باشانم وقتی من به نهایت کم برای همین یک فرصت یافته برای شما با شما صحبت میکنم بسیار خرسند من بعد کار بیام با چه صحبت میکنیم چخچقای نغز شروع سخنهای زیبا با این خیلی سخنهای زیبای و خوشروبه با از نو عشقی کارید آمده با شیرینی ها با خیلی تارت و کلچقند ها تیار میکنیم برای شما دوستان با سخنی زیبا و با دستگیری یکدیگر اپا جان بهترین زنی تاجیک هستید رحمت پدرتان لفظتان دیگر نشده پدرتان با لفظتان دیگر نشده است شهباز راستی گپ ما لفظ ما شهر اسفرگی کوچگی گم میزنیم
شهرنامه گم کنیم هم لفظامای نیه راستی. بسیار زنها درباره لفظتان چیه شما از کجا میشید میگن ما از شهر اسفره میشم ما خیلی گم میزنیم. برای همین جاهای نفهماش باشد مرحمت با مثلا زنهای خیلی کلابی باشن یا غیت امون ادبی گفت زنن. خیلی ویدیوهای من دیدم یک گفته کشم که خیلی چطوری گفت زده است که ما نفهمیده استیم خیلی میگوان خیلی تلفن کرده. من میگم خیلی لفظی ما همین. سلام دوگانه جان رحمت من از شما بسیار چیزها یاد گرفتم. بسیار خرسند من که من یگان چی میآموزید در حق من یک کف دعا میکنید در حق پدر و مادرم عائله من دعا میکنید بینایت خرسند من. котлети шумо сираш колбасни ё дигар не колбасни набуд сири голландский буд. барои ҳамин об мешавад даруни котлет ба бениҳоят нағз мебиёд. сири колбасни об намешавад тамоман об намешавад. баҷон ман зан ҳастам аз исфара имотонно тидман ба майлаш инстаграматон бошад марҳамат нависид бо хай баъди якум эфир номери шавҳарама мондагӣ будам. рости гап то соати 3 шаба чахчах кардем занҳо ки 3 шаб бовар кунед 3 шуд соат 3 шуд чахчах кардем. ман гуфтам бисёр занҳо ки суҳбат кунем баъди якум эфир майлаш телефон кунед суҳбат мекунем. инстаграмро менависам пагоҳ ҷавоб дид илтимос чӯбани ҳатман ҷавоб медиҳам. салом шаҳнозахон аз шаҳри москвамон ҳам аз исфараи бостонӣ ба ҳамаи занҳои исфара салом. салом меме бисёр хурсандман ки суҳбат мекунем бо ҳам. бо кай эфир мекунед? агар рости эфир кунам гар ин саф 2 соат 3 соат пеш сабшистова мепаштам ки ман эфир мекунам. ман наметонистам сабшистова пахта шавҳарам корбо будан ман инои пойда шидам ки ҳамоно нависед ягон хай кунед ки занҳо фаҳманд ки баъд аз 2 соат эфир ё баъд аз 1 соат эфир ки қайк дасташон банд бошад мана дар омада саволашон бошад марҳамат нависанд гуфта хай ҳамина мехостагӣ будаму натавонистам худам. инстаграматонам имотонам тид инстаграмам пухтупазҳои хонагӣ номаш ҳамин суратҳои фотоҳои ҳамин чизе ки пухтагим ҳаст инстаграманда марҳамат дар омада нависед пухтупазҳои хонагӣ нависед мебурад. апаҷон чанд сола шумо? ман 26 сола мешам аз шаҳри исфараи бостонӣ оиладор соҳиби 2 фарзанд. салом исфарагиҳо ёд кардам исфарая ку нагӯед моям ёд кардем ҳозир мегӯям ҳам прямой эфиранда. неважно хай модарам омадагӣ буданд хай модарама дидам фарзандамо гита рафтан аз сабаби документ хай падарам ба 1 сол шуд надидагим ба хай ёд кардем ҳама дӯста ёд кардем рости гап мусофират ҳамаи моро ҷудо кард хай аз якдигар пешнабоӣ не хай печи хел нағз буд ҳамсояҳо ба якдигари дар омада суҳбат мекардем духтаро ҷамъ мешудем ҳозир ҳички диданам не ёди якдигарӣ кунӣ не хай мана эфир ба бо суханҳои нағзу бо суханҳои нек дили якдигарӣ мебадорем. салом нағзен созен хубен раҳмати калон аз ҳоли шумо пурсем кӯхта нишонте рости иҷозат не барои худумон нишон додан важна чанд сол боз нестед исфараба. ман 1 сол шуд омадагим моҳи декабр омадагӣ будам. пештар тез мерафтам 6 моҳ 8 моҳ ба мерафтам. ҳозир аллакай нигоҳ кунед масъалаи документу хайҳо чатоқ шуд барои ҳамин документ тайёр кунию хай ҳамин хел хай ку кору фаъолияти мо ҳаминҷа ба барои ҳамин аллакай 1 сол гузашт худуман бехабар мондам. 1 сол шуд 1 солу 1 моҳ мешавад. ба кадом ном кушодагӣ инстаграмам номаш пухтупазҳои хонагӣ бо англисӣ нависидагӣ марҳамат дар омада нависед суҳбат кардан хоҳед. неважно ҳозир киҷоба зиндагӣ мекунед манам исфара станцанда ино ман ёд кардам ҳама ёд кард шаҳзодахон исфарая ҳама чӯбани ҳама ватанаша ёд мекунад ҳама мо як хоки ватан ҳама мо ватаномо ёд мекунем. хай ку маҷбур ки мо ҳаминҷанда хай агар ҳамон маҷбур набошем моям намехоҳем ки инҷа бишинем. салом ин хонаи худатоми ҳа хонаи худамо ҷавоб дин апаҷон чизе навистед узр гузарондагӣ бошам як бор дига менавистед. апаҷон шумо чанд сола? ман 26 сола оиладор соҳиби 2 фарзанд. шаҳнозахон 26 сола савол додагиҳо ба раҳмати калон. салом раҳмати калон апаҷон раҳмат ба шумо ҳам. ман шаҳри қазан ба 2 та писарча майбит хонуба меҳмонюба
ها من نصیب باشتن رویتان شهناز خان کلای من هم رکلامم یک کرد التماس رحمت خدا شما راضی باشد رحمت اپای جان مرحبا خان از شهر ایتالیا اینا به نهایت پخت و پزای نغز میکنن اپی مایم خیلی ایتالیا به زندگی میکنن شوهرشان کار و فعالیت میکنن ایتالیانده برای همین 3 فرزند دارن همینجا به زندگی میکنن اپای جان حاضر شوهرم و فکرم سبشیست به ماندن خودتان راستی من به نازیکای اینترنت یاد دادید همین افیر کنیم شما یاد دادید من درباره رکلام کنی شما با گفتگی بودم که اقاق خیلی فهمم آخر ویدیو بکنم من حتما چوبه دستگیرینم کنم همش میخوام زنهای تاجیکی ما پیش روند سازی زنک کودکات خوراک دادی سازی زنک کودکار خوراک دادی خیلی من با گفتگی باشید کودکای من افسوس که اینجا به تاجیکستان به ساعتی ما علکه 11 گذشت منم پدمسکاو بزنداره مهمان شما همتان گرامی سلام سلیانی تست تیار میکرده سلیانی تستم های و سلاکه های کانال با هستو با طرز یک نمود دیگه طرز تیار کنیش انشالله نشان میتیم خودم و من ده های فکر من ده های که خمیری ورقی بیدراش تیار کنم سلاکه ما جای کار با تیار میکنیم سلاکه به نهایت مزش نغز میبیاد من تیار کنیشه انشالله نشان میتیم اول سلاکه میتونید تارت پیراژنی ها خیلی پیچنی های ورقی تروبوچکا با یک چند نمود چیزا تیار کنید من طرز تروبوچکا قالب سازیش هم ویدیو نشان دادگی نو کانال کشادگی بودم به ساختگی بودم و دیدگی نیه به فکرم زنهای ما مثلا فرم های ساختنش باشد مالی طرز فرم سازی های خودم با نشان میتیم بسیاری زنهای ما با خیلی فرم ها نیست است معلی با فلگه ها یک چند نمود فرم سازی قالب سازی ها با یک چند نمود خیلی نازکی های پزندگی نشان دهیم برای ما شرط نیه که همون چیز باشد یا فرم باشد که ما پزیم ما برای پخت و پز اول عشق لازم من انشالله همشه با فلگه طرز ساختنی قالبچه های و فرم های نشان میدیم برای شما زنها دسترس باشد خیلی مشکلی نکشید طرز پخت و پز به Молодец, Санак, имататяна тит. Имама نویسید و کامنتاری بنویسید اینستاگرامتان باشد اینستاگرام بنویسید چوبه خودتان نشان نمیتید چوبه برای آنکه شوهرم اجازه نمیتیم پخت پزای دیسید کو همون من دیده که باید اگه آنجا به کار میکنید می شما همه کار میکنم ساحه پخت پز به ساحه پخت و پز و کار میکنم من مینی پیکرنی به در کجای نویسنده ما در گاراد آب نزدیک ایرپورت به زندگی میکنیم تلمچاو شما دکمنت دارید ما حالی پاسپورت نداریم و دکمنت داریم همشه داریم و حالی پاسپورتمون نیست است 3 ساله شدم صحبتی شما راستی که غریبی همشهری بینیم خرسند میشیم راست تمام شما جواب میدیدان می چیزی به جواب دیم اگر کردیت گریچی خانه زمینکی اپجان آوازتان خسته نشوه اگر کردیت گیرید کردیت مایی شما نمیتید اگر گرجدن پاسپورت باشید افیسیالی جای کارتان باشد میتونید که اگر همون آلی که شما پوشیانیده تانت خانتانه نگاه بین فرزندای نگاه همون اضافه برای کردیت پرداخت کردن باشد میتونید کردیت گیرید هم تو ما نمیتید ما روسیه با تاجیکا با کردیت نمیتید افیسیال کار گرجدن پاسپورت آلی که نقص باشد بعد گرفته میتونید خانه کردیت مثلا خانه گرفتنی باشید در چند ویدیوتان دیدم کرم خشک استفاده کردین از کدام مغازه دسترس کرده می شود راستی که موضوعم شمسیدینوه این کرم خشک مغازه کلان خریده می شود پیشتر مغازه مگنیت بود حاضر نیست است من چند بار سراغ کردم نیست است من بسیارتر مغازه اشم خریداری میکنم با مغازه لینته به هست ما دیگه مغازه به ایخه نمیرم گیگانت اینجا به کلان من بسیارتر اشم بمیرم اشم ما با نزدیک اشم همه چی محصولات میوام سلیفگای 30% هم تماما دیگه مغازه مایده بفروخته نمیشد مغازه مگنیت پیتیارچکا این خیلی مغازه بفروخته نمیشد برای همین فقط همون
و مغازه کلان یافته میشد. من مغازه اشنه ویدیو کرگی که برای پختوپزی زنها اونجا چه چیزای دسترس یافته میشد. با حالی من با ویدیوهای با نمودی پختوپزا مخصوص مغازه همون و قالبو همون چیزهای لازمه من ویدیو میکنم. سلام خواهر خاصیت آدینه و سلام خواهر عزیز پختوپز به گم رحمتی کلان بسیار خورسند که دستگیری میکنه. سلام از اولان اوده. سلام من از دهه واروخی های میدانید میچوبنیه. من بسیار خورسند بسیار واروخی هاین همین ما کار میکنیم همون جای کاری ما به هیان واروخی ها بسیار آدمای نقص همه واروخی های من حرمت میکنم. بسیار باد و هوای واروخ نقص اواروخ خیلی میوه خشک میفرستانن ما با میتین که میوه خشک مایه خیلی مزه‌اش چشیده بینید. من بسیار خورسند. من از کنی بادام 20 سال در تیومن زندگی دارم. 20 ساله بسیار تحمینه از این و بسیار خورسند. من کنی بادام ما با نزدیک کنی بادامی ها هیتامی من یک تا بالانگی کنی بادامی ساخته پرتا انشالله ساخته پرتاید مالش انشالله باشه انشالله میسازیم انشالله. السلام علیکم شهناز بانو. سلام خواهر گلم الکی راستی 100 قریب شده است. من بیخبر موندم از صحبت های شیرین و بسیار سخن های زیبا راستی که وقت گذشتگیشم نمیدانیم. سلام شهناز خانم پدپیچی که شما از شما بسیار چیزها یاد گرفتم. شما کجای شهری نوسیبیرسک؟ من سینترش بخانی ما بید روسلان مایلش ما ایرپورت به تلمچاو گارات آب سینترال باشید مایلش میریم. شما هم بید خانی ما با اپا جان اسپید میکنم کینم باشد کراسیم هره راست بچه مایدکی ویدیو کنی قین راستی که برای خودمو 1-2 ساعت به تیار میکنیم میگن تارت و پارت برای ویدیو گرفتن 4-5 ساعت وقت لازم. من خودم همین کارو میدانم. اپا شهنازه کدام مکتب خواندگی؟ من مکتبی 50 خواندگی پشتی مال بازاره. شهنازه گوید میشناسه تمام. اپا جان تستر کنه نمون کریمای باز سازرنی پودره ساخرنی پودره مایلش با ساخرنی پودره میکنم کریم و کریم نیه وای مثلا برای آرایش فقط آیسی من حالی تیار میکنم. پمادکه ها های برای آرایشی تارت بسیار نمودی تارت به چیزای آرایش میداد که های من فقط که کانالم همین آهسته مثلا کم خرج آهسته سر کردم که برای زنهای ما اینقدر ویدیو شود که کم خرجه دسترس شده ایستد. بعد ویدیوهای خیلی برای تارت و مارت آرایش تیار کنم که برای زنها خیلی دسترس باشد. من انشالله تیار میکنم. سلام شهناز خان من از شهر اسفره. سلام بینیت خورسند. من زنک تینج میگویی زنک تینجی میگم تینج خدا بشکر. من از کاستراما خواهر اسلامی پیشگاه حلال گفتید. من استفاده بود از نقص پیشروی شما به پیشگاه مسئله پیشگاه ها مارگرین خیلی من خوانده با استفاده بیانیتان خیلی ما استفاده بریم چخه گو مسئله های تازه استفاده مو بردگی برای خوردن 200 سون 250 روبل هر یک زنی ما با دسترس نیه که برای پختوباز این گونه مسئله های استفاده برم. برای همین من مسئله هایی که پیشکش میکنم مایم خیلی دیده خوانده برای زنها توصیه میتیم. مایم خیلی از حرام خوردن پرهیز مایم خیلی مسلمان مایم میفهمیم. برای همین من چیزی که استفاده میبرم مایم یک بار خیلی انالیز میکنیم راستی که. خواهرم سلام تشکر به شما. تحمین اسم و رحمتی کلان شما بام که با هم صحبت میکنیم. از خدا ترس این پیش شوهر دارم نیفش نه راستی که اهمیت ندادم که پیشم به گپ نشما به خاصیت رحمتی کلان خواهر گلم. سلام من از پنجگین. من بسیار چیزا از شما مختم بهترین نسید بسیار خورسند من که از هر یک ناحیه ها من یارو دوستا با هم صحبت میکنیم. بسیار گپ نزن بیا خواب رویم زنک شما که بسیار گوزسید خواه رفتن گرید مثلا من شما به خلال رسانسگیم نیه اگر مرد باشید اینجا جای شما نیه ما با زنها صحبت کراستیم. اینجا چیکه پای اینجا کانالی پخت و پس های خانگی با دوستان صحبت. سلام سفر علی خانه اچت. سلام شهناز جان من
از شهر سمرمان بالشچه میپزم درونش خشک میشود. از کدام سبب میفهماندید؟ بالشچه خشک از سببی وزمین و خشک آمدنش از سببی نایستادنش. درونش وزمین شدنش بسیار نمیایستد. بسیار ما دم نمیتیم. برای همین بالشچه‌های اول در 15 دقیقه بالش سلفانکی پشت مانده بعد خوابگاه بپزیم. ولی من با طرز بالشچه تیار کنی نشان میدم با یک اولتشیتل با یک محصولاتی که برای بالشچه لازم حاضر مغازه ها با برامدگی پیش نبود. من حالی همونم که ویدیو میکنم. اینستاگرام نامش پخت‌پز های خانگی انگلیسیش بنویسید که در آمده خیلی نویستان سوالاتان باشد. سلام شهناز خان. سلام اپا شما چند ساله؟ من هم عزیز فره. من 26 ساله آیله دار صاحب 2 فرزند. اپا جان فامیلی شما چیست؟ من پیش مولانی شهنازه بودم حاضر ثابته و شهنازه شدگی. صفیه جان این گپی مردم به اهمیت نمیتیم. سفرلی خکی باشن یه وقتی ما نام داری یا توی خیوان اینجا به گپای بیهوده لازم نیه. راستی من این آدم چخیل ادالیت کنم هم نمیدانم. راستی این کی باشد اینجا به گپای بیمعنی لازم نیه. اینجا به ما زنها صحبت کراسیم. خیلی نمیدانم که کدام چخیل دیل که شما نویستاسید خیلی چخیل وجدان برداشتاست که این خیلی سخنهایی می نویسید. استغفرالله در کار نیه ما به این سخنها. ما با زنها صحبت کراسیم. سلام اپا جان من پتپیسچیک زن بسیار خورسندمند. سلام اپا جان سفر بفهمو برا افیر زنها ولکه قهرشان گرفت واسه همه شرط باران کرم یه پرتم راست دیگه. من شما یاد گرفتم بیسکویت رحمت. شما با هم رحمت که با هم صحبت میکنیم. سلام اپا جان من از کراسنودر. شما چند ساله؟ من 26 ساله آیلدار صاحب 2 فرزند. سلام شهناز جان. شما شوهرتان دوست داشته آیلدار شدید؟ با سوال من جواب میدادید. من همین را دانستم میخوام. بسیار سوال خوب. خیلی من اینای میشناسم میدانستن درباره حیاتی ما همین سوال دادن. ما شوهرم که دوست داشته رسیدگی 3 سال ما همدیگری دوست می داشتیم. بسیار خودتان با خبر که در چه حالت ما آیله دار شدیم. شکر خدا صاحب 2 فرزند. زندگی ما تنج. شکر پدر و مادر ما اما راضی. سلام علیکم. اولی هم سخنشان به راستی خندم گرفت. همین سوال میدانید برای چی دادن؟ همین آدم میدانن همینه برای فهمیدن پرپیس چیکار دادن که همین سوال من تیم کشم بعد سوال تیم پرپیس چیکار معلش میگم چوبه رست میکنم. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. بوده سوال ایدامی من رحمت سوال و جواب تنها برای پخت و پز ما با زنها صحبت کراسیم. سلام اپا جان دستان درد نبیند. من مخلصی شدم. بسیار خورسند من که با هم صحبت میکنیم. سومنک تیار کنید و اگر امکانیت باشد چکه در رسیه چی طرف تیار من همین چکه کنی راستی نشان میتیم. با کفیر تیار میکنیم. من چکه کنی نشان میتیم. سومنک راستی وقتی زیاد در کار خیلی نصیب وقت ساعتش شود. ما اینجا به دوستا آیله کلان زندگی میکنیم. خیلی دیگه خلدیست دیگه باشتن دیگه خلدیست به سومنک میکنیم. نصیب خدا ما همینه نیت کراسیم انشالله ماهی مرد شود سومنک میکنیم برای شما دوستان. راستی الکی صحبتی ما به 1 ساعت شوساست. من تست خانم با خیلی صحبت میکنیم دیگه الکی. سلام از پیترنی وجنا از واروخ گانکا سلام. سلام السلام علیکم. وکان سوال باشه جواب دیم. سلام اپا جان پرگامنت لاتگی گفته از کجا خریدم ممکن تک لیست با از مغازه من کجا گرفتم؟ از مغازه مریرا گرفتم. کاغذی کوادراتیک به رولانچو میفروشد و به نهایت ناز شسته استفاده برای از من یک بار نشان میدم. همینجا بود. من این گونه من کاغذی نگاه کنید این وای کاغذی پرگامنت نی بوماگا با اینو نکنه ششته استفاده مرده که چیز این هیچی نمیشه.
من الکی با 6 تا گرفته ماندم. دفعه دیگه با استفاده می‌بریم. این کلان من دو با تقسیم کردم. من این خیلیش هم هست. من اینم کاورک این برای من پخت و پز یکی یک بار تفتام مانی می رنگش الکی سوختگی بای میشن. برای همین من این تفتام به استفاده نبرده، فقط برای پخت و پزی می کشاب نیست. من حاضر این گونه نمود و ها برام دیگه کاورم دیگه من کاورک سیلیکونی ویم استفاده بردم و هم ایقا نغزم دست استفاده بردم دیگه این نغز بود است. این شته استفاده بود دیگه دست من. سلام به همه از براخنون از کده در اوف سلام به همه دخترها سلام خوش آمدید. الکی افری ما به فکرم تمام میشد. من هم 28 دارم و کالجی شهری سماره میخوند که زود شما ویدیو کنید. حتما مالش خواری گلام من برای شما ویدیو میکنم که برای عائله خود پخت و پزهای بهترین کنید. گلتان خوش روه صبر نوریک نور محمد تقابسری من گل میدانید خریدیم برای پخت و پز. نور محمد شما خواب نمی بگه شما کار و ساعتی ما چند شده که کرم تارت اقام خینی ندارد. راست کرم خینی ندارد. نیکی فهماندن در کار برای زنهای ما که خیلی پخت و پزهای و کرما باخبر شوند. سلام تیار میکنید. کدمالی پیازی با اریخ تیار میکنید. مایلش تیار میکنید. هی باروخ میدونید من از باروخ میدانم چی به جواب نمیدید. چیزی سوال دادید. سلام در نامبرداری خوشتامان این نامبرداری خوشتامان نیه ایمین نامبرداری خوشتامان یعنی نامبرداری تمامی خانواده باشیم. آهی خطه نشان تید رادیو بارین از پسی پرده گپ نزنید. ما با اجازت نیه ما امیخه اپشتی پرده رادیو بارین گپ زدن با آموخته شدگی. دوشنبه خوش دارم که ترتیب فروکتاوی تیار کنید. محلش همشه تیار میکنیم دوستا. من بینید SMS ها بسیار خواندگی نباشم خیلی بخشیش با صحبت میکنیم. صحبتی ما با الکی 1 ساعت شد و همین بلاگرها از کجا پول میگیرن. بلاگرها با پول میگذارد کارتاشون با واسطه کات اما یوتیوب اما امریکا میپرساند و که پو کارش بسیار راستی گپ برای بلاگر شدنم به نهایت نازکیاشو دانستن بوده است. بی خطاگی بی اشیبکا ویدیو کرنده کار بوده. خوراکای تیار میکرگیتان کی میخورد فرزنده در اسفره. خوراکای تیار میکرگیم پخت و پز هم راستی گفت شوهرم بسیار پخت و پز شیرینی نغز نمیبینم. بسیار خوراک نغز بینم. بسیار کارتاشک بیریان مرغ و خیمخیای نغز بینم. سمبوسای پخت و پزهای من همش به آدم تیاری راستی گفت دینا ما پیچنی تیار کردم پیراکا خیلی خدا ما خوردیم. پیچنی تیار کردم خیلی اینجا به دادری شوهر من خانه ویو برای کردم و اینجا به تقای هم هیا همشون فرزند دارن. خاله هم هستن جای کار به میبرم همه علاقه من پیچنیو خیلی پخت و پزای ما پاودیم میشنه که ویدیو نکریمی چون بهم راستی چی آوردی میگه تمام اون رسای جای کاری ما هم راستی اصلا یاد کردم 2 سال شد رفتگیم به من بسیار سلام کلمه ترتی دلگیری کننده این ما خیلی نمیشه چیکار کنیم. کرم خوشخوری هم کرم مگزین هر راسته هم خیلی کرم مگزین سلیفگه های و ها چه گم ونیلیناش بسیار میانزد. دوزش بلند میشه تماش خیلی تلخه کمی خیلی. من حالی با طرز کرم تیار کنم نشامتی من علاقه این افیر درباره چه گم همین کرم بسیار سوال شد. کرم تیار میکنیم. کرم های یک چندمون برای آرایش ها همه به مهمانی دعوت میکنم. دوستا خیر باری دیگر با صحبت میکنیم. من اگر این سب افیر کنم با پیشتر و وقتر خیلی 2-3 ساعت پیش آگاهی میتیم که من افیر میکنم. زنهایی که خیلی دیگه تواخ کاراسیگی باشن تستر حرکت میکنن که سوالشان باشد کارهای سرانجام میکنن. اگر ناگفته افیر کنیم با خیلی زنها سری دیگه باشن تلفن‌های شوهرها آیدن که نغرانه بیارون برای همین برای زنها آگاهی داده این سب افیر میکنیم که کمتر صحبت کرده با یکدیگر خیلی کمتر غم دلامای بروریم با یکدیگر با شناسایی بسیار خرسند میشد. همه شما به رحمت دوستان تا افیری آینده در پناه خدا باشتان. دعاگاه ما باشتان. ویدیوهای نو انتظار شویتان. نامم شرط می با
با صحبت میکنیم. بسیار SMS راستی گپ بسیارش به جواب ندادم، بخشیش. با در ویدیوهای آینده صحبت میکنیم، در افیرهای آینده. خیر، در پناه خدا باشید، دعاگوی ما دوستان باشید.